سلام، صبحتون بخیر دوستان عزیز. من اسمم فاطمه است. خوش اومدید به کانال خودتون. مامان دو تا دختر گل هستم، یه خانم خونه دار و هدفم اینه که آشپزیام و سرگرمیام که با بچه ها دارم و باهاتون به اشتراک بذارم. خیلی خوشحال میشم ازم حمایت کنید تا بتونم پیشرفت کنم و سرگرمی‌های بیشتری، آشپزی‌های بیشتری رو باهاتون به اشتراک بذارم. الان صبح از خواب بلند شدم و میخوام برای نهارم یه عدسی خیلی خوشمزه و جا افتاده براتون درست کنم. عدسامو شستم، گذاشتم یه کمی آب بخوره. من همیشه عادت دارم حبوباتمو خیس کنم. شده 2 شبانه روز از قبل مثل نخود لوبیا رو خیس میکنم. عدسم نهایت 3-4 ساعت. 2 تا سیب زمینی و یه دونه پیاز میشورمشون. اول سیب زمینی رو خرد کردیم، بعد پیاز رو خرد کردیم. حالا میخوایم بریزیم یه ذره سیر، یه ذره سیر رنده شده. از نه آره. این همشو بزن. و عدسایی که 2-3 ساعت خیسشون کردیم. اول شعله گازمون رو روشن میکنیم. اینجوریه. واسه من روشن کنم. یه بار خاموش کنم بکنم. این خطرناکه مامان، برای سن شما زوده. سیب زمینی ها رو اضافه میکنی؟ آره، سیب زمینی ها رو اضافه کن. بگیر دستت دخترم. آره، آروم آروم اضافه کن. آروم مامان، روغن رو میپاچه. آروم عزیزم. بریز، همشون رو بریز مامان. رستا خانوم آشپز و کمک دست مامانش. نه الان اضافه نمی کنیم دخترم. سیب زمینی ها یه ذره تف بخوره، بعد با هم اضافه میکنیم. اول پیازه رو خرد کردیم میریزیم. سیرا رو اضافه میکنیم داخل قابلممون و پیاز. همشو بریز مامان. قاشق و ورد همشو بریز مامان. حالا که پیازامون با هم تب خوردن، مقدار ادویه بهش اضافه میکنیم. من خودم این ادویه رو درست کردم، یعنی زردچوبه، فلفل سیاه، پودر سیر، دارچین، جوز هندی، رنده شده جوز هندی، فلفل قرمز، تقریبا 7 تا 8 تا ادویه رو با هم دیگه قاطی کردم و یه ادویه ترکیبی کاری درست کردم. و ادویه رو که ریختیم رو بشن بهش اضافه میکنیم. باش. حالا تفتش میدیم. قشنگ با شعله ملایم میذاریم بهمون تفت بخوره. من کم پیش میاد که بخوام با شعله خیلی بالا غذا درست کنم. اکثرا سعی میکنم با شعله آروم خیلی آهسته غذامو درست کنم. عدسا رو اضافه کردم. یه ذره میذارم تفت بخورن با موادمون.
من همیشه واسه خورشام، واسه اینجور غذاهای تیلیتیم سعی میکنم همیشه آب جوشیده سرد شده نگه دارم. زندهشون میبینم. آبم هم اضافه میکنم. میشه من هم بزنم. چشم. رستا خانومم هم بزنه، درشو بذاریم با خیال راحت خودش بپزه. رستا خانوم چی کار میکنه؟ دارم عدسی درست میکنم. خب دوستان، ما نهارمون رو گذاشتیم، آماده شده. از اونجایی که من تایم آزاد بیشتری دارم سعی میکنم خیلی زودتر غذاهامو آماده کنم و با شعله خیلی خیلی پایین غذاهام بپزه. خیلی ممنون میشم تا آخر این ویدیو همراه هم باشید. نمک و آب لیموش هم اضافه میکنیم.